عرضه سالانه آیفون یه اتفاق فرهنگیه، یه جور مراسم تکنولوژیه و برای خیلیا یه ارتقای ضروریه. امسال آیفون 18 پرو مکس اومده با کلی سر و صدا و وعده های هیجان انگیز. اما آیا به این همه هایپ میارزه؟ اولین نگاه ها نشون میده که این گوشی بیشتر یه اصلاحه تا یه انقلاب. تو این ویدیو به جزئیات میپردازیم و بررسی میکنیم که آیا گیزس پرو مکس واقعاً چیزای جدیدی داره که قیمت بالاش رو توجیه کنه یا نه. هیجان قبل از عرضه آیفون همیشه ملموسه، ترکیبی از هیجان و شک و تردید. امسال آیفون 18 پرو مکس وارد بازاری شده که پر از گوشی‌های هوشمند با عملکرد بالاست. برای اینکه از بقیه متمایز باشه، فقط یه قاب براق و یه پردازنده سریعتر کافی نیست. مصرف کننده ها باهوشتر شدن و دنبال پیشرفت‌های ملموس و ویژگی‌های نوآورانه‌ای هستن که ارزش سرمایه گذاری رو داشته باشه. سوال اینجاست، آیا به وعده‌هاش عمل میکنه؟ بیایید ویژگی‌ها رو بررسی کنیم و بفهمیم. آیفون 18 پرو مکس یه سیستم دوربین جدید داره که نوید پیشرفت‌های قابل توجهی در عکاسی و فیلمبرداری در نور کم میده. سنسور بهبود یافته و پردازش تصویر پیشرفته هدفشون ارائه تصاویر واضح‌تر و پر جنب و جوش‌تره، حتی در شرایط نوری چالش برانگیز. 18 پرو مکس یه صفحه نمایش روشن‌تر و پر جنب و جوش‌تر با دقت رنگ و کنتراست بهبود یافته داره. اپل ادعا میکنه که 18 پرو مکس به لطف باتری بزرگتر و پردازنده کارآمدتر عمر باتری بهتری نسبت به مدل‌های قبلی ارائه میده. تراشه A7 بیونیک نوید افزایش قابل توجه عملکرد رو میده که باعث میشه برنامه‌ها سریعتر اجرا بشن، چند وظیفه روانتر باشه و قابلیت‌های بازی بهبود پیدا کنه. مقایسه آیفون 18 پرو مکس با مدل‌های قبلی نشون میده که بیشتر شاهد پیشرفت‌های تدریجی هستیم تا تغییرات اساسی. دوربین، صفحه نمایش و عمر باتری هنگی پیشرفت‌های قابل توجهی داشتن، اما اینها بیشتر اصلاح هستند تا جهش‌های انقلابی. آیفون 18 پرو مکس خودش یک گوشی خیلی قدرتمند بود. 18 پرو مکس بر اساس اون ساخته شده و یه تجربه اصلاح شده و بهبود یافته ارائه میده. زبان طراحی تا حد زیادی بدون تغییر باقی مونده، با اصلاحات جزئی در قاب و مواد. آیفون 18 پرو مکس مزایای جذابی داره، از جمله سیستم دوربین بهبود یافته، صفحه نمایش بهتر و عمر باتری بیشتر. افزایش عملکرد ارائه شده توسط تراشه A7 بیونیک هم یه مزیت قابل توجهه. با این حال 10 پرو مکس بدون نقص نیست. قیمت همچنان یه مانع بزرگه برای خیلی از مصرف کننده ها و نبود ویژگی های واقعاً پیشگامانه ممکنه بعضی ها رو ناامید کنه. باید مزایا و معایب رو با دقت سنجید. تراشه A7 بیونیک در مقایسه با نسل قبلی خودش یه افزایش عملکرد قابل توجه رو ارائه میده که منجر به اجرای سریعتر برنامه‌ها، چند وظیفه روانتر و قابلیت‌های بازی بهبود یافته میشه. عملکرد بهبود یافته در استفاده روزمره کاملا مشهوده، باعث میشه 18 پرو مکس سریع و پاسخگو به نظر برسه. قابلیت‌های گرافیکی بهبود یافته، تراشه A7 بیونیک هم یه تجربه بازی فراگیرتر کمک میکنه. افزایش قدرت پردازش به حوزه‌های دیگه مثل برنامه‌های واقعیت افزوده هم کمک میکنه. A7 بیونیک یه استاندارد جدید برای عملکرد موبایل تعیین میکنه. تصمیم برای ارتقا به آیفون 18 پرو مکس به عوامل مختلفی بستگی داره، از جمله گوشی فعلیتون، بودجه‌تون و نیازها و ترجیحات شخصیتون. اگه از یه مدل آیفون قدیمی تر استفاده می کنید، ارتقا ممکنه جذابتر باشه. اما اگه از یه مدل آیفون نسبتاً جدید استفاده می کنید، ارتقا ممکنه خیلی ضروری نباشه. پیشرفت‌های تدریجی ارائه شده توسط گیزس پرو مکس ممکنه برای همه ارزش هزینه کردن رو نداشته باشه. قبل از تصمیم گیری، مزایا و معایب رو با دقت بررسی کنید.